سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. رضا اکبری هستم با سری آموزش‌های استفاده از سایت‌ساز ملون در کنارتون. در این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم و ببینیم چطور میتونیم رسانه‌هامون رو مدیریت کنیم. این یعنی چی؟ اصلا رسانه‌ها چی هستن؟ شما زمانی که یک مطلبی رو منتشر میکنید یا یک برگه‌ای رو در واقع منتشر میکنید، اگر بخواید درون اون برگه یا نوشته تصویر، فیلم، صوتی رو قرار بدید، مجبورید که اون رو بارگذاری بکنید. تمامی این مواردی که بارگذاری کردید تا حالا فکر کردید کجا میره؟ اصلا از کجا میتونید به این موارد دسترسی داشته باشید و اینا رو مدیریت کنید؟ اصلا بفهمید چه فایلی دارید یا اصلا چه فایلی ندارید؟ آیا هر بار باید بریم مثلا از قسمت افزودن نوشته بارگذاری رو بزنیم و از اونجا ببینیم که چی داریم؟ در این ویدیو با هم بررسی میکنیم و ببینیم ویدیوها، عکسها یا به حال صوت‌ها یا هر فایلی که در واقع ما آپلود میکنیم کجا میره و چطوری میتونیم اونا رو مدیریت کنیم. پس با من همراه باشید. برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم کافیه به پیشخوانمون مراجعه بکنیم و از منوی کنار روی رسانه ها کلیک کنیم. خب زمانی که ما میریم روی رسانه ها، دو تا گزینه جلوی روی ما هست. یک کتابخانه است و دو افزودن. افزودن که ترکیبش مشخصه. با کلیک کردن روی افزودن میتونیم به صورت جداگانه یک عکس یا کلا هر فایلی که دوست داشتیم رو آپلود کنیم. اما کتابخانه، کار ما با کتابخانه است امروز. من روی کتابخانه کلیک میکنم تا صفحه مربوطه باز بشه تا ببینیم که چطور میتونیم اون رو مدیریت کنیم. زمانی که کتابخانه باز میشه من اسکرول میکنم به پایین تا ببینید به چه صورتیه. میبینید تمامی تصاویری که در سایت ما آپلود شده داره نمایش داده میشه. حالا اگر ما ویدیو، فایل یا هر چیز دیگه هم داشتیم در همین قسمت به نوع خودش نمایش داده میشه. اینجا میتونیم تمامی تصاویرمون رو مشاهده بکنیم. برای مثال من روی یکی از این تصاویر کلیک میکنم ببینیم داستان از چه قراره. زمانی که روی یکی از این تصاویر کلیک بکنید میبینید که موارد مختلفی برای شما گذاشته شد. از متن جایگزین تا عنوان تصویر که اصول موارد بیشتر به درد سئوتون میخوره که حالا اگر باش آشنا نیستید ذهنتون رو درگیر نکنید چون بحث تخصصیه. نشانی پروندهتون که در واقع میشه همون آدرس تصویر یا فایلی که اینجا آپلود کردی که اگر ما بی گزینه کپی URL کلیک بکنیم میزنه کپی شد و حالا من بیام اینجا پیستش کنم و واردش بشم میبینید که همین تصویر رو داره نمایش میده. این برای زمانهای مناسبه که شما به آدرس تصویر یا فایلتون نیاز دارید. در حالت عادی اصولا زیاد به دردتون نمیخوره. حتی گفته شده که توسط چه کسی این تصویر بارگذاری شده و در چه مطلبی یا چه برگه‌ای فرقی نمیکنه. همونطور که می‌بینید اینجا آموزش افزودن مطلب در ملون 2. اینجا ما در این مطلب اگر خاطرتون باشه در ویدیو قبلی این تصویر رو بارگذاری کرده بود. شما میتونید هر تصویر رو حذف بکنید یا ویرایشش بکنید که البته من به شخص زیاد توصیه نمی کنم از این قسمت بخواید تصویرتون رو ویرایش بکنید مگر اینکه ویرایشات جزئی داشته باشید یا اینکه وقتشو نداشته باشید یا نتونید با برنامه‌های مثل فتوشاپ کار کنید. اگر بتونید با فتوشاپ کار کنید که بی‌نظیره و ترجیحاً تصاویرتون رو هر چی خارج از محیط سایت انجام بدید ویرایشاتشو به نفعتونه. اتفاقی هم نمیفته اگر شما از این طریق انجام بدید ولی بهتره که خارج از محیط سایت این ویرایشات رو انجام بدید تا فشار کمتری به سایتتون و سرورتون وارد بشه. خب
همونطور که بهتون گفتم ما میتونیم تصویر رو ویرایش بکنیم، حذفش کنیم، جزئیاتش رو بنویسیم، عنوان و سایر مواردش رو. برای مثال بذارید یک کار عملی با هم انجام بدیم. من روی ویرایش تصویر کلیک میکنم، با هم ببینیم چه امکاناتی ویرایش تصویر به ما میده. اولین امکانی که ما میتونیم داشته باشیم اینه که تصویر رو برش بزنیم، یا اصطلاح تخصصی میشه کراپ کردن. دوستان که آشنایی دارن متوجه میشن که حالا به فارسیش همون برش میشه. اگر من روی این تصویر در واقع روی این دکمه کلیک بکنم، میبینید که میتونیم خیلی راحت تصویرمون رو برش بدیم و اون تصویری که دوست داریم رو ازش در بیاریم. برای مثال من همین محدوده رو میخوام داشته باشم و میخوام این قسمت در واقع کراپ بشه. خب دیگه چی؟ دیگه چه امکاناتی رو داریم؟ امکانات دیگه‌مون میتونیم چرخش به چپ داشته باشیم. تصویرمون رو میبینید چرخش به راست، وارونگی عمودی و افقی داریم و گزینه بازگردانی که طبیعتاً برمیگردونه به یک مرحله قبل از ویرایشات. در سمت چپ میتونید در واقع ابعاد تصویرتون رو اگر دوست داشتید تغییر بدید، که اصولا زیاد کار درستی نیست، ولی اگر دوست داشتید میتونید این کار رو از طریق ویرایش تصویر انجام بدید. ولی خدمتتون عرض کردم اگر این کارم میتونید از این قسمت انجام بدید، ولی خب ترجیحاً بهتره که از نرم افزارهای حرفه‌ای مثل فتوشاپ استفاده بکنید تا کمترین فشارتون وارد بشه. ولی اگر به هر دلیل فتوشاپ ندارید یا تخصصی در استفاده ازش ندارید، به راحتی میتونید از همین قسمت در واقع ابعاد و سایر موارد رو انتخاب بکنید و ذخیره کنید. خب من ذخیره نمی‌کنم تغییراتی که دادم چون دوست دارم همینطوری بمونه. و مورد بعدی گزینه حذف برای همیشه است. شما میتونید هر کدوم از مواردی که دوست دارید و در این کتابخانه میبینید رو به راحتی کافی روشون کلیک بکنید و حذف برای همیشه رو بزنید. شاید بگید که خب چه لزومی داره که من بخوام یک تصویر رو حذف کنم؟ اصولاً خیلی لازم نمیشه که شما بخواید تصویری رو حذف کنید، اما گاهی اوقات شما فایل حجمی دارید و شاید لازم باشه که اون رو حذف کنید تا فضاتون آزادتر باشه و حجمی که در اختیارتون قرار گرفته الکی هدر نره. این آموزش استفاده از بخش رسانه‌ها یا مدیریت فایل هامون بود. امیدوارم از این قسمت لذت برده باشید. حتما آموزش های دیگر رو هم دنبال کنید. امیدوارم که موفق باشید و خدا یار و نگهدارتون.